أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه آداب اسلامی خوش آمدید میگویم. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده تا اینکه آداب اسلامی را درست و صحیح رعایت نماییم. در برنامه گذشته پیرامون آداب اسلامی که یک مسلمان نسبت به مسلمان چگونه ادب داشته باشه و ادب با مسلمین چگونه هست و آداب اسلامی در بین خود مسلمین چگونه می باشه اشاره شد. در بین مسلمین الله سبحانه و تعالی یک طایفه و یک گروه را برگزیده به عنوان وارثان انبیاء علیهم السلام که همان علما هستند. حالا ادب با علما چگونه هست؟ چگونه ما نسبت به علما وظیفه و مسئولیت داریم که باید ادب را در مقابل اونها رعایت بنماییم؟ مقام علما، جایگاه علما خیلی بالا و بالا هست. الله سبحانه وتعالی در آیات زیادی تعریف و توصیف علما را داره. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالی مقام و منزلت علما را، درجات علما را بالا و والا بیان میکنه. در آیات دیگر میفرماید: هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابر هستند؟ یعنی هرگیز برابر نیستند. عالم با جاهل هرگیز برابر نیست. در آیه دیگر الله سبحانه و تعالی میفرماید: انما یخشى الله من عباده العلماء. علما هستند که خشیت الهی را در دل دارند. علما هستند که از الله بیشتر میترسند نسبت به سایر مردم، چون علما معرفت الله سبحانه و تعالی، عظمت الله سبحانه و تعالی، قوت و قدرت الله سبحانه و تعالی و جایگاه الله سبحانه و تعالی را نسبت به سایر مردم بهتر میدانند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند: العلماء ورثة الانبیاء. علما هستند که میراثبر انبیا هستند. از انبیا درهم و دینار به ارث نرسیده و نمیرسد الا علم که همانا معرفت الله سبحانه و تعالی است، همانا احکام شریعت مقدس اسلام صلی الله علیه و سلم، شریعت سنت نبوی صلی الله علیه و سلم. پس علما وقتی جایگاه و مقام و منزلت اونها را میدانیم و فهمیدیم، چگونه ادب نسبت به علما باید داشته باشیم و او ادب باید رعایت بشه.
وقتی نگاه میکنیم به زندگی بزرگان دین اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، به او جایگاهی که رسیدن، به او عظمت و بزرگی که رسیدن، از ادبی که نسبت به خدا و پیامبر داشتن. یک نگاه ما به زندگی صحابه داشته باشیم که ادب صحابه چگونه ادبی نسبت به رسول صلی الله علیه وسلم، نسبت به دین، نسبت به اسلام، نسبت به قرآن داشتن. جایگاهی که پیدا کردن از همان برکت ادب، نشستن صحابه در مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحبت کردن صحابه همراه رسول صلی الله علیه و سلم. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان میکردن از صحابه که آیا فلان مسئله را میدانید، صحابه چگونه جواب میدادن؟ در حالی که موضوع را اگر میدانستن هم باز هم میگفتن الله و رسوله اعلم، خدا و رسولش داناتر هست، ما نمیفهمیم، چیزی نمیدانیم. ادب صحابه، این مؤدب بودن صحابه را نشان میده. بزرگان دین، امام بخاری، امام مسلم، ترمیزی، ابو داود، سایر علما و محدثین، مفسرین، فقها، ائمه مذاهب، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام احمد ابن حنبل رحمه الله، امام مالک رحمه الله. وقتی ادب این در جلسه گذشته پیرامون مؤدب بودن یا رعایت ادب حضرت امام مالک رحمت الله علیه را بیان کردیم. این بزرگان دین به هر جایی که رسیدن، به او فقاهت و دانشمندی که رسیدن، و امروز از اونها وقتی نام اونها را میگیریم رحمه الله میگیم، رحمت الله علیه میگیم، رضی الله عنه میگیم، ادبی که اینها در دین و در اسلام و در قرآن داشتن. امام مسلم چگونه ادب در مقابل امام بخاری استاد خود محمد ابن اسماعیل بخارایی، چگونه ادب در مقابل استاد خود رعایت میکنه. امام مسلم وقتی که میایه به خدمت استاد خود محمد ابن اسماعیل بخارایی صاحب صحیح البخاری، میایه چی میگه؟ دعنی بگذار مرا، اقبل رجلیک، پاهای تو را میبوسم، یا استاذ الاستاذین و یا سید المحدثین. سبحان الله، ببینید با چه عبارتی، بگذار که پای تو را ببوسم ای استاذ استازها و ای سید محدثین. الله اکبر، الله اکبر. احترام به علما، احترام به جایگاه علما، احترام به معلمین، احترام به اساتید، اینها باید رعایت بشه. بزرگترین وسیله اخذ علم ادب هست. هر طالب العلمی، هر شاگردی که میخواد درس درست و صحیح یاد بگیره، باید برای استاد خود، باید در خدمت استاد خود وقتی هست مؤدب باشه، احترام به استاد خود داشته باشه، در مقابل استاد بی‌ادبی نکنه، در مقابل استاد گستاخی نداشته باشه. پس باید ادب با علما و معلمین را دانست. اول بزرگ داشت از علما. وقتی میگیم علما وارث انبیا هستن، خب علما از پیش خود چیزی ندارن. علما قال الله و قال الرسول را بیان میکنن. علمای ربانی، وقتی ما میگیم علما، علمای ربانی، علمایی که منهجشان منهج سلف صالحین هست، منهجشان منهج بزرگان دین، کسانی که
منهجشان سرچشمه از کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم میگیره. پس بزرگداشت از علما تنها به این نمیشه که پیش یک عالم بریم دستش را ببوسیم، پیشانیش را ببوسیم، فقط به ظاهر برایش احترام داشته باشیم و از کنارش عبور بکنیم. این کفایت نمیکنه. باید از علما درست و صحیح تقدیر بشه، باید جایگاه اینا حفظ بشه، باید محبت درست و صحیح نسبت به علما انسان داشته باشه. و همچنین ادب با علما و معلمین، دفاع از علمای دین. دفاع از علمای دین، وقتی کسی غیبت علما را میکنه، غیبت علمای ربانی، علمای دلسوز، علمایی که در حقیقت وارث انبیاء علیهم السلام هستن، وقتی کسی حرفشان را میزنه، تو مسلمان باید از عالم دین دفاع کنید، از جایش، از مکانتش، از علمش. از اینها باید از یک عالم دفاع بشه. سوم، دانستن طریقه سوال از علما. ادب با علما، ادب با معلم اینه که وقتی سوال میکنیم باید مکان رو بفهمیم. آیا در این لحظه، در این مکانی که نشستیم جای سوال هست؟ آیا این سوالی که میکنیم در این زمانی که ما قرار داریم ارتباط داره؟ وقتی که سوال کردیم هدف از سوال ما این نباشه که ما عالم رو بیایم امتحان بکنیم که این عالم هست یا نیست. هدف ما مناظره نباشه. هدف ما این نباشه که بیایم داخل این محفل و مجلس چیزی را از این عالم پرسان کنیم که اگر این جواب دادن نتوانست ما بیایم او را نعوذ بالله مورد استهزاء و تمسخر قرار بدیم و در این محفل او را بشرمانیم. هدف چنین نباشه. سوال به وجه احسن، موافق به زمان و مکان و به خاطر استفاده باشه. این طریقی سوال کردن، این ادب با علما و معلمین. تو شاگردی که سر صنفی وقتی از استاد پرسان میکنی باید این ضوابط را باید رعایت بکنید. همچنین از جمله ادب با علما این که وقتی علما حرف میزنن در وسط حرف علما قرار نگیرید. علما وقتی حرف میزنن فقط گوش بکن. بعد که حرف اینا تمام شد، حالا تو سوالی داشتی، سوال خود را مطرح بکن. در وسط حرف استاد، در وسط حرف علما نباید پرید، چون این نشان دهنده بی‌ادبی است. ادب با علما اینه که حرف علما را کامل باید انسان گوش بکنه، بعد سوال داشت در اخیر پرسان بکنه. دیگر این که با علما مباحثه علمی نداشته باش. یک نفر هست هیچ نمیفهمه، نمیدانه، نه مکانت علمی داره، نه جایگاه علمی داره، میایه با یک عالم بزرگ شروع میکنه به بحث و مباحثه و مجادله و بالاخره در این راستا. این از ادب به دور هست که یک عالمی که 20 سال 25 سال درس خوانده، 40 سال تدریس کرده، 10 سال تدریس کرده، تو بیایی که 2 کلاس هم نخواندی بیایی با عالم بزرگوار شروع کنی به مجادله و به مباحثه و با اینها، این از ادب به دور هست. پس از جمله ادب با علما و معلمین اینه که مباحثه علمی و بحث علمی نداشته باش. دیگر این که اگر عالم فتوا داد، عالم انسان هست، بشر هست، از اشتباه خالی نیست. خیلی علمای بزرگ در فتواها سهو شدن، خطا رفتن. اگر عالم فتوا داد و فتوایش اشتباه بود، حالا دیگه تو نباید که این را تمام دنیا پخش بکنی، هر جا بنشینی و بالاخره بگویید که فلان عالم فلان فتوا را داده و نمیفهمیده و نمیدانسته. خب این که معصوم نیست. پس علیه اشتباه عالم که حرف اشتباهی گفته و حرف فتوای اشتباهی داده، سهو شده، خطای شده، نباید علیه او توطیه کرد که این نمیفهمه، نمیدانه، فلانه و فلانه.
اگر چنین توطیه‌ای علی علما به راه افتاد، ای از ادب به دور هست. همنشینی با علما، خصوصا در زمانی که فتنه هست. وقتی که انسان به فتنه افتاد، آن وقت مراجعه کردن به علما آنقدر اثر نداره. فتنه آمده، به دام فتنه انسان گرفتار شده، ولی باز هم به راهنمایی علما نجات پیدا میکنه. اما قبل از این که به دام فتنه بیفتید، نگاه بکن کجا عالم ربانی است، با او عالم هم نشینی کن، در کنار علما قرار بگیر. علما چراغ هستند که اطراف خود را روشن میکنن تا اینکه دیگران از او روشنی استفاده کنند. پس ادب با علما، با معلمین خیلی مسئله مهم است. از جمله ادب با علما اینه که نشر فضلهم، تألیفات علما، تصنیفات علما، در شرایط امروزی برنامه‌های صوتی و تصویری علما را پخش بکن، نشر کن، برسان به گوش جهانیان. ای ادب با علما هست. و همچنین احترام به علما و معلمین، به این که اگر خصوصا از آنها استفاده کردید، استفاده علمی کردید، این را بدان که مقام استازی برای تو دارن، مقام دارن که باید احترام اونها را داشته باشید. سیدنا علی ابن ابی طالب میفرمایند که اگر کسی برای من یک حرف یاد بده، او مولای من هست. یک حرف. پس من و تو چقدر از علما استفاده میکنیم؟ خواهر مسلمان، برادر مسلمان. پس باید قدر علما را دانست، برای علما و برای معلمین دعا کرد. خدمتی که دیگر از دست ما نمیآیه، حالا اگر خدمت مالی کرده نمیتوانیم، خدمت این که نمیتوانیم کتبش را به چاپ برسانیم، خدمتی نمیتوانیم که به دسترس علما شبکه تلویزیونی و بالآخره صوتی و یا تصویری قرار بدهیم، لااقل این خدمت را میتوانیم کرده که در نیمه های شب دست به دعا وقتی بلند میکنیم برای علمای ربانی دعا داشته باشیم. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که وقتی در محضر علما قرار میگیریم با ادب بنشینیم، با ادب حرف بزنیم، از حضورنا وقتی مرخص میشیم با ادب از محفلنا و مجلسنا بیرون بشیم. حدیث جبرائیل بارها و بارها خواندیم، شنیدیم که جبرائیل علیه السلام میاد محضر نبی کریم صلی الله علیه وسلم، چقدر با ادب می نشینه، با ادب سوال میکنه و با ادب برمیخیزه میره. این حدیث دروسی که برای ما داره، از جمله دروسش یکی اینه که احترام شاگرد به استاز، احترام به علما، احترام به معلمین هست. الله سبحانه و تعالی همه علمای ربانی ما را حفظ بفرمایه، بر ما توفیق بده که آدابی که ارتباط به علما هست اونها را رعایت بنماییم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا. حياتي